سلام کوچولوی مهربون. امشب ماه برات قصه آورده از دل جویبارهای کوهستان. قصه ماهی کوچولویی که دلش میخواست بدون اون طرف آبها چه خبره. خب بریم قصه‌مونو شروع کنیم. آماده این؟ روزی روزگاری در جویباری باریک و خنک ماهی کوچولویی زندگی میکرد. آب جویبار همیشه از میون سنگ‌ها میگذشت. قل 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 میکرد و به پایین میرفت. همه ماهی‌ها همونجا زندگی میکردن. هر روز دور خودشون میچرخیدن و زیر سنگ‌ها با همدیگه قایم موشک بازی میکردن. شب که میشد همگی کنار ماماناشون لالا میکردن. اما ماهی کوچولوی قصه ما با بقیه فرق داشت. اون هر روز به جریان آب نگاه میکرد و با خودش میگفت این آب کجا میره؟ پشت این پیچا چیه؟ آیا دنیا فقط همین جویبار کوچیکه؟ مامانش میگفت همینجا بمون عزیزم، اینجا امنه، غذا داریم، خونه داریم، دوست و آشنا داریم. ماهی کوچولو آروم جواب میداد میدونم مامان جونم، اما من دلم میخواد دنیا رو ببینم. ماهیای دیگه به اون میخندیدن و میگفتن دنیا همینجاست، بیرون جویبار خطرناکه. اما دل ماهی کوچولو آروم نمیشد. شبانه روز به این فکر میکرد که دنیا نمیتونه اینقدر کوچولو باشه. یه روز صبح زود وقتی نور ماه کم کم جای خودشو به روشنایی آفتاب میداد، ماهی کوچولو مامانشو بوسید و گفت من میرم، باید بفهمم اون ور جویبارها چه خبره. مامان اشک تو چشاش جمع شد، اما دید که ماهی کوچولو تصمیمشو گرفته و به اون گفت پس مراقب خودت باش، هر جا رفتی مهربونی و محبت و خوبی رو فراموش نکن. ماهی کوچولو راه افتاد. آب اونو با خودش برد. از کنار سنگ‌های بزرگ گذشت، از میون ریشه‌های درخت‌ها عبور کرد و به جایی رسید که آب تندتر می‌دوید. در راه قورباغه‌ای رو دید که روی سنگ نشسته بود. قورباغه گفت قرر، کجا میری ماهی کوچولو؟ ماهی گفت میخوام ببینم این آب به کجاها میرسه. قورباغه گفت قرر، همه جا همینه، آب و سنگ و گیاه. قرر قرر، چرا خودتو خسته میکنی؟ ماهی کوچولو لبخند زد و گفت شاید حق با تو باشه، اما من باید با چشمای خودم ببینم. و رفت و رفت. کمی پایین تر خرچنگی رو دید که میون شنها راه میرفت. خرچنگ گفت هر کسی که زیاد جلو بره توی دردسر میافته. ماهی کوچولو پرسید ولی اگه هیچکس جلو نره، همش بترسه، چطوری بفهمیم اونور آبا چیه؟ خرچنگ در جواب هیچی نگفت. ماهی کوچولو به راهش ادامه داد. آب وسیع‌تر شد، نور بیشتر شد. پرنده های رنگارنگ روی شاخه های درخت های جور و جور آواز میخوندن. اون چیزایی میدید که تا حالا ندیده بود. گاهی هم میترسید، گاهی هم دلش برای مامانش تنگ میشد، گاهی هم با خودش میگفت شاید برگردم. اما هر بار
صدایی توی دلش میگفت ادامه بده، دنیا خیلی بزرگتر از ترسای ماست. تا اینکه یه روز به رودخونه‌ای بزرگ رسید. چشماش از تعجب گرد شده بود. آب دیگه مثل جویبار کوچولو نبود، پهن بود، عمیق بود، پر از ماهیای جور و جور بود. ماهی کوچولو از یکی پرسید این آب به کجا میره؟ ماهی پیر و مهربون گفت به دریا. ماهی کوچولو با شگفتی پرسید دریا؟ دریا چیه؟ ماهی پیر گفت یه جای بسیار بزرگ، اونقدر بزرگ که چشمت تا هر جا کار کنه آب است. اونجا ماهی‌ها از رودهای مختلف کنار هم زندگی میکنن. قلب ماهی کوچولو تون تون زد. پس دریا واقعی بود. اون فهمید که بعضی راه‌ها سختن، اما دنیا پر از چیزهای قشنگیه که باید اونها رو دید. فهمید که خونه امنه، اما جستجو کردن و شناخت دنیا ارزششو داره. ماهی کوچولو شب تو دریا خوابید. به ماه نگاه کرد و گفت ماه قشنگ، به مادرم بگو حال من خوبه. بگو هنوز کوچولوام، اما دلم یکم بزرگتر شده. ماه از آسمون به ماهی کوچولو لبخند زد. کوچولوی مهربون، گاهی سالهای کوچولو ما رو به سفرهای بزرگ میبره. حالا چشماتو آروم ببند. ما تا صبح مراقب تو خواهد بود. شب بخیر کوچولوی مهتاب نامه.